سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیراگ با جیم تیار میکنیم با راهی آسان. محصولات به ما لازم است 200 گرم مسله ما در حرارت خانه باشته میشد، آب کنیده میشد. 400-450 گرم آرد، 100 گرم سرخن پودر جاشب شکر هم کنید میشد. 2 قاشق کلان سمیتانه، یک دانه تخم و یک پچکه رزرخلیتی لازم است. ما در اول خمیر تیار میکنیم. ما یک دانه تخم کاسبه گرفتیم. اکو سرخن پودر همراه میکنیم. سرخن پودر همراه کرده با وینچی همشه آمیخته میکنیم. ما یک دانه تخم سرخن پودر رد میزنیم. اگر شکر باشد میتونید 3-4 دقیقه لرد زنید که شکر آب شود. اکنون مسله را همراه میکنیم. 200 گرم مسله ما باید ملایم باشد. همیشه خوش رو آمیخته میکنیم. و سمیتانه همراه میکنیم. 2 قاشق سمیتانه. میتونید جاشبه کفیر یا ماینیز هم استفاده برید میشه. من همیشه خوش رو آمیخته کردیم محصولات ما رزرخلیتی آرد به همراه کرده سانی خمیر میکنیم. برای چی همینه میکنیم؟ همین کاره بسیار سوال شد که برای چی شما پا آرد به همراه کرده سانی رزرخلیتی خمیر میکنید. برای آنکه پدیامش یکمش خوشروان بیارد، دویمش بوی رزرخلیتی یگان چیه ما حس نمیکنیم. خوشرو خمیر میکنیم. خمیری ما باید همینطور روغنینی ملایم بیاید. ما خمیرمان را به 2 قسمی برابر تقسیم میکنیم. هر دوشه زغال میگیریم. من پیراکومه میخوام قالب میگیرم. مایدش میتونید لیست بکنید یا کلوله کنید. واسه می خمیرامه میکشیم کو. ما شروع همون از میره قالب کرده تنوق میکنیم. من یک قسمی خمیره شروع تنوق کردم قالبه. کو میتونید چیزی استفاده برید. تواروگ می جیم می سیب مایده کرده اندازید می داخلش به چیه که همراه کنید. من میخوام جنب قلفینه این استفاده برم. شما میتونید چخیل استفاده برید. مربای خانگی می من شروع جیم کردم. اگر جیمتان شیره دار نباشد میتونید شکرش بسیار تر کنید. من کو آرام میتیم با خواهش خود. من امروز یک نمود آرام میتیم. ما یک قسم دیگه چه شروع تنوب کردم. من با همین ارچه آرام میتیم. من ویدیوش هست کانال با پایانی ویدیو با میمانم سلیکشه درامده تماشا کنید. من که آرام میتیم. من سیت کچه میکنیم. ما شروع من شروع بریدیم. اکوی جوبه میپیچانیم. من خمیرم اینطور سیتکه میشد. اگر چسبیدگی باشد میتونید جدا کنید. من شروع بالی همین پیراکامای سیتکشه پشتم. من کمتر زاید که ما گرداش کشاده گردشه گلچه میکنیم. من زوالچه کشاده نکچه نمود قالبچه های من گلچه میکنیم. این که شروع گرداش رو میچینیم. همیشه اینطور آرامتیم. من پیراکا آرام دادم. من یک دانه تخم مایده کرم نمیمونه. من با مدتی 20-25 دقیقه به 180-200 درجه به تفتان میگذاریم. من چگونه میبینید پیراکی ما هم تیار شد. من رنگش هم خوش رو آمد. من در نشیر ایسکریم بینیم. خمیراش چقدر آمده است. من خمیراش هم مرتک بریدنش.
قبطاش چقدر است. خمیراش مرتکی عجایب بادام است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما رو دستگیری کنید، پادپیساتی کنید و یارو دوستای دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.